امروز در فاصله 12 ساعت دو تکان نیرومند زمین مناطق شرقی افغانستان را لرزانیده زلزله های مرگبار هفته پیش را به یاد آوردند. اداره زلزله سنجی آلمان روز جمعه ابراز داشت که تکان های زمین در همان مناطق به وقوع پیوستند که روزهای پیش حیات کمش 2200 نفر را از بین برده بودند. مؤسسه بهداشت سازمان ملل متحد تلاش دارد برای کمک به مردم مناطق آفت زده حداقل 4 میلیون دلار پیدا کند. خبرگزاری ریترز امکان یافته است با ساکنان دهات ولایت کنر افغانستان هم صحبت شود. صادق 12 ساله هنگام زمین جنبی در خانه بود و زیر خاک ماند. او میگوید ساعتهای دراز فریاد کشید که کسی او را از زیر آوار بیرون کشد. فکر کردم که هیچ کس زنده نمانده است و این روزی قیامت است. بدون ایست داد زدم که کسی مرا نجات دهد وگرنه می‌مردم. زلزله 31 آگوست که اولین تکان سلسله روزهای اخیر به شمار می رود، یکی از مرگبارترین زمین‌لرزه‌های افغانستان می باشد. مرکز آن در عمق 10 کیلومتر در مرز ولایت‌های کنر و ننگرهار افغانستان بوده است. تکان دوم زمین 2 سپتامبر به وقوع پیوسته باعث واهمه زیاد و توقف عملیات نجات گردیده بود. خوف زیاد بود که در دهات دوردست مردم بیشتر تلف خواهند یافت. جامعه جهانی از مرگ صدها نفر در این فاجعه اظهار همدردی کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز گفت با مردم آسیب دیده غم شریک است.